سلام علیکم اکی قاسم خان. این ویدیو مخصوص برای شما در نزد خانه شما منه همین اطرافان ده گدیت خانه شما گدیت همینجا بایده والله حالا یا پویننگیش باشه این بینه همینجا ایده والله حالا انا خدا خواهد این همسایه روبروتون این جیانتون دادر تو فرق بود رنگی و درام بارند اگر دیمه فرقش دادیم خدا خواهد امی اکای نیاز محمد حاجی خدا دولتشون زیاده کند همین روزدارا افطاری 2 سالگی بودیم یا انده که هم باشد و گفتی دوستا یکی در همین رفتی همین کوچه برای شما نوار میکنم کوچه رو شما میدونم یاد کردگه هر بار میگید که او کوچه ما فرو بین چیز گپه همونجا این کوچه شما منه حاجی خدا دولتشون زیاده کند 29 گرفتیان دلشون میشه صحرا رو من بین با کسی خریدار باشد که ما در رفتی همین کاری اون کس همین ویدیو رو بین در این ماشین بینه دیگه من همین رقم زنگ میزنه تویوتا ویش میگون اینا میشینی با گفتی همون اکمل تیوه که وحشه دیگه گم نمیزنی درنش حالگی باری حالا سلفناش نکندیم احمد جان همین بابا چیز میگه سپارتیوی نه که دین شب شسکیده اون سال من رنگی وای باری نه که میگ باری عیانشون گذاشتم حاجی را شب من دیده تا اندروا شبگون تو کردم من دوستو تویوتا ویش سالش چنده اینکو 2008 автомат типтроник. تیپ ترونیک همین هم بوده تراکتور میشن هم مکانیک میشن من قاسم خان میتونه این ماشین خریداری کنه نرخش 95,000 تومان با سودا میشه نزدیک کپوت میکشه میبینی با یه ماشین دیگر هم های منه استرژی سالش 99 موتور پرستویه 6 ماه تنرافته داره سلکشن گاز بنزینه همش کراچی درنه فول با نرخش 60 با میشه با سودا میشه کسی اگر معقولش باشه رقم تلفن هم باید زدنا میگذاریم حساب اینکه قرائت بود من واقعا در این مگزین اندگم نزدم موجی اما این مگزین شما این پیش خانه تونده بازم میگم اما او دوستا در تای سادی همانه دوستا تند ششتگه اون چیز بهشونه اسماعیل خانه ایشان اسماعیل خانه هم پاییننده من دیلیم نمیشم پیش رو خدا سلامت داره این بود برای شما انده که ذکر شما رو نوار کردم ایشون من زفیر راستی گپ من هایش کرسودیم لیکن ماشین من نیست چندین نفر میگن که من تو ویدیو کرسودی صاحب ماشین شدی راستی ماشین اکومه نصیبش این بود است که چندین سالا وابشه خبر نمیگرفت شد این ماشین خرید دپارتات شد اکو اومده به همین رفته میگرده من خدا خواهد روزدارا پیرای دیار انتظار افطاری هستن حاضر این پیش و پیش افطار میخوام از این پیرا برای شما مسافرها یکون خیلی دعای نیک گیرم تا اینکه شما نیز از همین دعاهای همین مسافرای همین میزبانه روزدار گویم
بهره‌ور شوید. ایلیم دعاهاشون قبول شود و یک نیکیاشون برای شما رسه. الله اکبر. یک چون بو خدا خود بو پدر خود همین کس دوی ناس نیدو بر مسافر رو بلا خدا من دیمی بندوی ممنون پروری برای رسول یار کنن پیشرفت کارتون کار کنن ایمانتون کامل کنن برای رسول یار کنن چی مراد مقصد دارن پروری مراد مقصد. الله اکبر. من اینکه پدر خدا بدن باز اینکه حاجی نف حاجی گفتیم که حاجی سویجی و دوی حاجی ها را میگیریم تو اینکه انشالله دوی حاجی ها در حق دیگران انشالله قبول است. دو مومی پروردگار اصیل زیاد داریم از تو خواهش میکنیم نماز و روزه ما رو به درگاه قبول داریم. خدایا خواهندا مسافران در پناه اسلام نگه داشت. آمین. پروردگار بیماران را شفای کامل بکن. خزینه غیرات آخر قضارات نجات ده. زندانیان را زندان رها گردنی. هر کی را طلب است مقصود است حاجات است برآوردی خیر گردانی. حاجاتی ما را برآوردی خیر گردانی. برحمتی الرحمن برکه آورد. انشالله دعای روزه‌دارا برای مسافرها قبول است. انشالله امیدوار هستیم که دعاشان گیرد برای هر یک شخصیت ها. خیلی دوستا این بود برای شما کمی نوار کردیم. انشالله ویدیو معقول باشد که حتما فکر و اندیشه نیک خودتان میگذارید دوستان عزیز ما. تو اینکه کانال ما نیست با دستگیری شما پیشرفت کنند دوستان عزیز. بعد باقی سربلند خانه آباد باشه. عجب یک فضای خوب داره. علال خصوص امسال رمضان در بهار آمدگی است و این کبودیزار همه جا و بود هوا هم کمی ابرناک هست و اما الحمدلله که هواها سلخین است و روزه‌دارا نه آنقدر مشقت کشیده ایستادن دوستان. های باقی سربلند خانه آباد باشید. خدا همه تون رو نگه داره دوستان.